روز بخیر. امروز 14 август است و خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه. نمی‌دانیم کجا برویم. ساکنان محله شرارت در حصار میگویند مقامات می‌خواهند به پرداخت جبران خانه‌های آنها را گرفته ویران کنند. انا خزنده سن نمی‌دونم کجا رفتن ما نمی‌دونیم چیکار کنیم. دیگه 4 تا معیب دارم. اینوالید دارم اینوالید. تولد نوزاد در حاجتخانه. تا هنوز ده‌ها طفل در تاجیکستان بیرون از زایشگاه و در شرایط خطرناک خانه به دنیا می‌آیند. من خوند شتگی دخترم که صدا کرد آت بدا وقتی دویدم کودک در درون توالت. و در چندی از دهه‌های قرقیزستان فروش عرق و کنیاک را منع می‌کنند. ساکنان نوشاکی اسپریتی را عامل بدبختی‌هایشان می‌دانند. من چنین اقدام را خوش ندارم زیرا به هر حال صاحبکاران برای مال خود مبلغ دادند. از نگاه من باید پیش از همه مفکوره را تغییر داد. یک گروه از ساکنان دهه مناسی شهری سور که منزل‌هایشان به خاطر وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی تخریب می شود ادعا دارند که مقامات آنها را با طفلان نابالغشان به کوچه می پرتند. به گفته ساکنان با آنها تنها هفته قبل از دیگر مکان زمین جدا کرده بدون پرداخت حق منزلشان طلب دارند که به زودی خانه‌های خود را خالی کنند. در عموم به خاطر وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی حدود 70 عائله جماعت شراره شهری سور باید منزلشان را ترک کنند و 22 عائله در نوبت اول از منزل‌هایشان بیرون کرده می‌شوند. مسئولین حکومت شهری سور مبلغ جدا شده برای منزل 22 ساکن این جماعت را 4.5 میلیون سومانی ارزیابی کرد و میگویند حالا تنها رسمیتش باقی مانده است. اما بعد از ظهر 14 август ساکنان جماعت به آزادی خبر دادند که الکی تخریب منزل آنها شروع شده است. بیننده ارجمند، فردا تماشای برنامه ما یادتان نرود چون گزارش مکمل را از شرارت تقدیم شما میکنیم. در تاجیکستان تا هنوز ده‌ها نوزاد در منازل زیست در شرایط نامساعد برای زایش و به کمک مامودایی‌ها به دنیا می‌آیند. اگر عده‌ای از زنها در دایره فرهنگی عادت شده در خانه کودک تولد می‌کنند، بعضی دیگر را وضع فقر خانوادگی به چنین تصمیم خطرناک وادار می‌سازد. چنانچه روی این موضوع در گزارش نوبتی ما. مسعد و صفیه از یک مادر و در یک روز به دنیا آمدند، اما صفیه در خانه و مسعد در حاجتخانه تولد شده است. به قصه تولد مسعد کم کسان باور میکنند، ولی با گذشت 5 ماه خود والدان از آن روز با ترس یاد می آورند. آنها باور نداشتند که طفل نوزاد را زنده بیرون می آورند، ولی بختشان آمد کرد. من خوند شتگی دخترم که صدا کرد آت بدا وقتی دویدم کودک در درون توالت. من دویدم و توار گرفتم رفتم توالت شکسته در آمدم درون توالت کودک غلطیدگی در وی برداشتم کودک گریه کرد. پدر 2 ساعت برای نجات کودک تلاش کرد و بعد بیرون کشیدن مسعد به شفاخانه یاری تجلی زنگ زد. تا رسیدن پزشکان کودک دوم هم در خانه تولد شد. اسکاری اومد بالنیسه بود. وقتی بالنیسه بودیم ورش پرسیدیم که کودک ها چخیل بود ناس کودک روز 6 ماه یا 17 روزه شدم. کودک ها خوشروباک صحت سلامتان. تولد دوگانه که در خانه در ناحیه یابان ولایتی ختلان حادثه اولین و یگانه نیست. با گفته پزشکان هر چند سالهای اخیر میزان زایش در خانه کاهش یافته است، اما هنوز حادثه‌های زایمان در خانه جای دارد. اگر در دوام 7 ماه سال روان در ناحیه نزدیک به 4000 طفل به دنیا آمده باشد، از این 40 نفرشان در خانه تولد شدند. پزشکان ناحیه میگویند اکثر وقت از تولد خانگی در حال آگاه میشوند که زنان را با بیماری‌های گوناگون به شفاخانه میآورند. بودن حالت‌هایی که بعد زایش خانگی آمدن دریدن چتن مشاهده شده بود، خونروی زیاد مشاهده شده، یعنی که قسمت ماندن همراهک مشاهده شده بود که به خونروی زیاد آورده میرسونند، یا که نادرست ایستادن طفل که در نتیجه دست طفل میبرد یا که پای طفل میبرد که بعد این حالت‌ها حتما جراحی کرده میشود. طبیبان میگویند ندانستن خطرهای تولد در خانه، دوری بیمارخانه ها و گاه مانع شدن خانواده شوهر برای تولد در بیمارستان سبب تولد زنان در خانه است. گروه هم از سبب کمبیزاتی نمیتوانند در بیمارخانه تولد کنند. دلفروز چند ماه قبل صاحب فرزند شد. شوهرش در مهاجرت در روسیه و او هنگام تولد
دستنگر بود. خونه تولد کردم از سبب مبلغ نبودن ای دکتر خواهش میکنم که آدمای باید یاردم کنن کم بغلوده. اما بسیاری ها میگویند تولد باید حتما در شفاخانه صورت بگیرد. ترش بالینسه خوبه چی همیشه نمیشه که دکتر نگاه میکنه خونه اپس نه. در ولایت ختلان در 6 ماه گذشته بیشتر از 42,000 کودک تولد شده است و مرگ و میر کودکان هم در ولایت 2.5% کم شده است. آژانسی آمار میگوید مراجعت به شفاخانه ها و تولد در زایشگاه ها امکان داده است که از مرگ کودکان بیشتر در ختلان جلوگیری شود. اما ده ها سرنوشتی مثل مسعد دلیل آن است که هنوز هم تولد خانگی رایج است و بعضی از خانواده ها در تاجیکستان برای خرج نکردن در بیمارخانه جان خود و فرزندانشان را در خطر می‌گذارند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در پاکستان امروز 70مین سالگرد استقلال کشور را جشن گرفتند و در این روز سربازان پاکستانی به همتایان خود از هند در گذرگاه وگا اتاری شیرینی هدیه کردند. تقدیم شیرینی بین سربازان پاکستان و هند در روز تجلیل روز استقلال در کاهش تنش بین دو کشور نقش مهم اجرا کرده است. هند روز استقلالش را 15 آگوست تجلیل می‌کند و سربازان پاکستانی در این روز شیرینی هدیه می‌گیرند. هزاران نفر از دو کشور برای دیدن مراسم هدیه جمع می‌آیند. هند و پاکستان در اول یک کشور بودند. سال 1947 دو تقسیم شدند و تاکنون برای ولایت کشمیر دعوا دارند و 3 بار هم برای این ولایت عمدتاً مسلمان نشین جنگیدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. نیروهای حکومتی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد میگویند که در جنگ با ضد گروه تندروی دولت اسلامی به یک پیشرفت دیگر نائل شدند. مطبوعات دولتی سوریه خبر داد که سربازان کشور توانستند شهر السخنه را زیر نظارت خود بگیرند و جنگجویان را از این مکان بزرگشان محروم سازند. خرابه‌زاری که در ویدیو می‌بینید یکی از محله‌های شهر السخنه است. عبدالله اشورف گزارش می‌دهد. ارتش سوریه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی را از ولایت هومس آخرین تکیهگاه بزرگشان بیرون کردند. در این باره تلویزیون دولتی سوریه خبر داد. نیروهای دولتی موقع جنگجویان و سلاح‌های متعلق به آنها را در شهر السخنه نابود کردند. حالا در کوچه‌های این شهر مین روبان و پاککاری مشغولند. السخنه در 50 کیلومتری شهر دیر الزور جایگیر است و موقع مهم استراتژی را در بلندی راه اشغال می کند که شهر تحت نظارت جنگجویان را به شهر قدیمی پالمیرا می پیوندد. فرماندهان ارتش سوریه امیدوارند که اشغال این بلندی برای پیشروی ارتش و کاملا پاککاری کردن این منطقه از حضور جنگجویان امکان فراهم می آورد. در دهه‌های قرقیزستان معرکه منع فروش نوشاکی‌های اسپرتی ادامه دارد. در بعضی روستاها حتی امام خطیبان دست به کار شده شخصاً مغازه‌ها را دور می‌زنند و فروش عرق و ویسکی و کنیاک را مغایر به شریعت اسلامی نام می‌برند. روز گذشته ساکنان روستای در ولایت نورین 2 ماشین بارکش پر از نوشاکی‌های اسپرتی را بیرون از دهه بردند و با تراکتور نابود کردند. ادامه موضوع است که مرسیاتو. ساکنان روستای امگکچیل ناحیه نورین قرقیزستان عرق و ویسکی و دیگر انواع شراب را محو کردند. این مردم میخواهند از همین راه پیش فروش نوشاکی های سپرتی را در مغازه های دهه و اطراف بگیرند. مردم دهه پول این مشروبات را داده و برای محو کردن به اینجا آوردند. ساکنان به مغازه آمدند و ما یک جای مبلغ مشروبات را حساب کردیم. در مجموع 200,000 سام میشد. من با آنها گفتم که 160,000 سام را بدهید و باقی مانده را من خودم به شما برای نابود کردن میسپارم. در آینده من کوشش میکنم که مشروبات اسپرتی را نفروشم. با باور ساکنان ده نوشاکی های سپرتی سببگار مصیبت بلا و بدبختی ها در ناحیه و ده می شود. به ویژه مادران قرقیز طرفدار محو عرق و می بودند. آنها میگویند با عیب مشروبات خانواده ها از هم جدا می شوند. عرق نوشی خیلی بد است. ضرر آن نه تنها به فرزندان من بلکه به دیگر عائله ها نیز رسیده است. همه ما از تشبسکاران و ملاهای ده منت داریم که فروش عرق را منع میکنند. تشبسکار این اقدام رهبر سازمان جوانان دهه میگوید بیشتری ساکنان از اقدام آنها پشتیبانی میکنند و حتی مبلغ هم جمع میآورند.
ما 3 ماه پیش کارهای ترغیباتی را در این زمینه با همه جوانان و بزرگسالان شروع نمودیم. در قرآن هم آمده است که این حرام است. مردم دیب به هر واسطه همراهی خود را نشان دادند. بعضی 100 سوم، بعضی ها گوسفند دادند. ما با یکدلی هدفمان را عملی میکنیم. جانبک صوفیف میگد بعضی از مردم مخالف محو مشروبات هستند، زیرا این راه جلوگیری از استعمال شراب نیست. من چنین اقدام را خوش ندارم، زیرا به هر حال صاحبکاران برای مال خود مبلغ دادند. از نگاه من باید پیش از همه مفکوره را تغییر داد. یعنی اگر شخص خودش میل نداشته باشد، حتی اگر مغازه پر از می و عرق است، هرگز نمیخرد. در گذشته همین گونه در دهه جپلک ولایت اوش ساکنان همه مشروبات اسپرتی را خریده با بولدوزر نابود کردند. هفته پیش امامهای ولایت بادکن تمام مغازه ها را دور زدند و دعوت کردند که از فروش مشروبات اسپرتی دست بکشند. بعد از این مفتی قرقیزستان مقصد حاجی تاختاموشف اظهار داشت که مفتیات از راه زوری منع کردن فروش مشروبات اسپرتی را پشتیبانی نمی کند. برمیگردیم به تاجیکستان. قهرمان گزارش نوبتی ما در محیط سفت و نوا به وای رسیده است. حالا او یکی از زبردست‌ترین نوازنده اسباب‌های ضربی در تاجیکستان است و هنر خود را در صحنه‌های جهانی نیز نمایش داده است. ظریف پولودوف میگوید سازهای ضربی رسالت روحانی دارند و به شنونده احساس خاص میبخشند. برای یوسفی با هنر این طبل نوازی شناخته از نزدیک آشنا شد. طبل هندی، افریقایی، ایرانی، عربی و تاجیکی از سازهای موسیقی کسبی ظریف پولودوف نوازنده معروف گروه شمس است. او آهنگ را به حضور طبل چون تنی به دل می داند. زیرا می گوید زندگی انسان عبارت از ضرب است. دل می تپد. تمام زندگی وجود ما ضرب است. خستن، خوردن، گشتن، نفس گرفتن، دل تپش دل. تقریباً 12 ساله اخیر اسباب‌های ضربی ملت‌های مختلف دنیا وارد موسیقی تاجیک شده است که قبلاً خیلی کم استفاده می‌شد. هنرمندان تاجیک تلاش زیادی دارند که استفاده آن سازهای موسیقی ضربی ملت‌های مختلف را با موسیقی تاجیکی آمیزش دهند و مطابق سازند. تبلک مال عرب است، لیکن ما او را استفاده در موسیقی خود می‌بینید که با طرز دیگر با طرز تاجیکانه استفاده می‌بریم. این بسیار خوب است. ظریف پولودوف 46 سال دارد و بیشتر عمر خود را صرف نواختن و آموزش تاریخ اسباب‌های ضربی کرده است. با فکر او هرچند اسباب‌های ضربی ملت‌های مختلف صداها و ضرب‌های گوناگون دارند، اما فلسفه همه آن سازها یکی است. با ضرب به احساس شنونده رسیدن و وادار به ذوق کردن است. در برابر تبلک و دایره تاجیکی فعلا گروه‌های هنری اسباب‌های موسیقی ضربی ملت‌های مختلف را وارد می‌کنند. به قول دیگر آن سازهای ضربی خارجی به دایره و تبلک و دف تاجیکی رو به رقابت شده است. با گفته ظریف پولودوف طبل نواز، ساز ضربی غیر تاجیکی را با آهنگ و موسیقی تاجیکی آن زمان می‌شود آمیزش داد که صدای آن اسباب در موسیقی سازش کند و تنها برای هوس و خودنمایش نباشد. و لیوناردو دی کاپریو هنرمند معروف هالیوود و پرودوسر آمریکایی با نشر یک مراجعتنامه با عنوان رهبران 12 کشور جهان از جمله تاجیکستان خواست که برای حمایت از ببرهای برفی تلاش بیشتر کنند. او آخر هفته گذشته در صفحه خویش در شبکه اینستاگرام نوشت نسل ببر برفی بنابر ویران شدن محیط زیست و برخورد نامناسب آدمان با عالم وحوش با سرعت محو می شود. ببر برفی یا پلنگ شرمول جانوری نادر است که شکارش در تاجیکستان ممنوع است. این جانور به کتاب سرخ تاجیکستان داخل شده است. شما می توانید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه‌ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال و نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو دسترس است. سپاس برای همراهی و خدا نگهدار.